دیگه هیچ که به کسی غم نخوره، دیگه چشمی از کسی دل نبره، دیگه هیچ که به کسی غم نخوره، دیگه چشمی از کسی دل نبره. هفته‌ای که گذشت تمام تلاشمو کردم که یه ایده خفن پیدا کنم، اما هرچی بیشتر فکر می‌کردم بیشتر متوقف می‌شدم، تا اینکه یه ویدیو دیدم که میگفت فقط انجام بده، ایده ها توی مسیر میاد. ایده نداشتن شده بود بهترین بهونه برای انجام ندادن. هر روز میگفتم بذار یه فکر بهتر بیاد، یه روزی که حسش باشه، ولی واقعیت اینه که تا وقتی شروع نکنی هیچ اتفاقی نمیافته. یه چیزی که این مدت فهمیدم اینه که اگه ثابت بمونی میمیری. درست مثل آب که اگه راکت بمونه میگنده، ولی وقتی در جریانه همیشه زلال و تازه است. ما هم همینیم، اگه هیچ کاری نکنیم ایده هامون میمیرن، اما اگه حرکت کنیم توی مسیر به چیزایی میرسیم که حتی فکرش هم نمی‌کردیم. پس انجامش بده، حتی اگه قدم هات کوچیکن، حتی اگه هنوز مطمئن نیستی، فقط انجامش بده. پس این ولاگو تقدیم میکنم به خودم، برای روزایی که حس میکنم ایده‌ای ندارم و میخوام تسلیم بشم، که یادم بمونه سکون از هر چیزی ترسناکتره و حرکت، حتی کوچیک، همیشه بهتر از موندنه. اگه تو هم حس میکنی توی یه جا گیر کردی، فقط یه قدم بردار، فقط انجامش بده. شاید جایی که قراره برسیم خیلی قشنگتر از جایی باشه که فکرش رو میکنی.